و من همیشه میگم که مثلا متاسفانه این که مثلا بچه ها و حتی متاسفانه تر بچه دانشجوها مثلا میگن عربای چی ندارن. من میگم آقا اصلا به فرض تموم این ادبیات اینا رو انکار بکن، موسیقیشون رو انکار بکن، سینماشون رو انکار بکن، هنرشون رو انکار، همه‌شون زبونه رو که دارن که دیگه اینو که دیگه نمیتونی انکار بکنی. غنی ترین زبون دنیا مال ایناست. واقعا یکی از دوستان عزیزمون داشت چند روز قبل تو همین تلویزیون میگفت زبان عربی خیلی ناقصه و اصلا شاخ در آوردم. با چه علمی آدم میتونه؟ نه دیگه واقعا هر کسی کوچکترین اطلاعی از دنیای آکادمیک زبان شناسی داشته باشه میدونه که غنی ترین زبان عربیه. و اینو من نمیگم، آکادمیسین های زبان شناسی میگن تنها زبونیه توی دنیا، زبون زنده دنیا که میشه هم باهاش شعر گفت و هم باهاش فلسفه گفت. یعنی هم زبونیه که محمد جان فلکسیبیلیتی این زبون، یعنی شما در برابر زبان خارجی در نمیمونی، این زبان سوار میشه لغت خارجی رو عرب میکنه. شما کلمه تلویزیون یا تلویزیون تلفظتو ازش درست کرده، من تلویزیون دیدم، من الان میخوام از تلویزیون بخوام خود چیکار میکنم؟ باید فعل کمکی کنارش بذارم. من تلویزیون تماشا کردم، اون که تلفظ تو خلاص فعلش کرده، اسم درست کرده، فعل کرده. بعد بسیار زبون غنیه، یعنی در لغت‌های مختلف رو وارد اون زبون کردن، تغییر داد. بعد این کاری که تو کردی که به نظر من خیلی با ارزش بود، ما موسیقی عربی رو که گوش میکردیم یه دلی دلی لیلی لیلی و یه دنبک و چیز بود که هم کمرش رو یه غیر بده، ولی کسی بیاد تو عمق کار ام کلثوم تأمل کنه. فیروز یعنی لبنان، یا ام کلثوم یعنی مصر، یعنی جهان عرب، یعنی پنجشنبه‌هایی که آخر ما کنسرت میداد 100 میلیون عرب میشستن پای رادیو تلویزیون. کاظم ساهر اصلا موسیقی عراق، کاظم ساهر موسیقی عراق، از ناظم الغزالی شما آوردید. از ناظم غزالی بگم اتفاقا در پیوند با بحث قبلی نکته که من خیلی دارم میخواد اشاره بکنم، باز هم خطاب به همون دوستان نازنین که در یک همچین اشتباه تاریخی بزرگی هستن، اینه که اگر که زبون عربی نبود آقای دکتر، ما امروز به گنجینه فلسفه یونان دسترسی نداشتیم. فلسفه امروز یونان، یعنی اگر که ما میگیم غنی ترین متن فلسفی دنیا رسائل افلاطونه و چیزی که موجوده و ما میگن فلسفه رو افلاطون تموم کرد، هر کی بعد اون اومده شرح نوشته روی افلاطون. اگر زبون عربی نبود امروز این افلاطون نبود، برای اینکه اینها از بین رفتن. در واقع عرب ها اومدن اینو ترجمه کردن به زبون عربی از زبان گریک باستان، از زبان یونانی باستان.